سلام، با من همراه شو تا راحت اکستنشن موژه رو یاد بگیری. امروز معرفی پنس ها رو داریم. بهترین پنس که میخوایم بهتون معرفی کنم پنس هایی هستن بچه ها که دسته سیلیکونی دارن. چرا دسته سیلیکونی اهمیت داره؟ چون بسیار دسته سیلیکونی سبکه و دستتون موقع اکستنشن موژه خسته نمیشه. برندی که من استفاده میکنم و پیشنهاد میکنم بهتون برند دنسینگ سوان هست. مهمترین پنس های موژه پنس های سرکج و پنس های سرصاف هستند دخترها. پنس های سرصاف، پنس سرصاف برای ایزوله کردن و پنس سرکج برای برداشتن فنها از روی پالت موژه استفاده میشه.